نیمه دوم روز 8 میلیون سال 2023 بالاخره مراسم افتتاح مسجد نوی که قطر با صرف 100 میلیون دلار در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بنیاد کرد دایر شد. در مراسم افتتاح مسجد جامع مرکزی دوشنبه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، امیر قطر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی که با یک سفر دولتی به تاجیکستان آمده است و دیگر شخصان رسمی اشتراک کردند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان بنای مسجد را انشاءات مهم معنوی و شاهکاری معماری ملی تاجیکانه نامیدند. نوشت که امامعلی رحمان و امیر قطر با مسجد و شرایط برای نمازگزاران معیار شده شنا شده به صفت کارهای انجام داده شده که با رعایت سنت‌ها و نازکی‌های معماری ملی اجرا شده تجسمگر آمیزش ماهرانه ارزش‌های ملی و سنت‌های دینی میباشند. بهای بلند دادند. امامعلی رحمان به امیر قطر برای بنیاد این شاهکاری اظهار سپاس نموده تطبیق لایحه را نمونه عالی همکاری‌های دو دولت ارزیابی کرده است. پیشنهاد گردید که به خاطر خدمت‌های برجسته در عالم اسلام مسجد جامع مرکزی دوشنبه به نام امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت گذاشته شود. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت این نه تنها یک مسجد بلکه پایگاه زمانوی فرهنگ و تاریخی اسلام بوده. تالارهای آن طور بنیاد شدند که در آنها چاره‌بینی‌های مختلف علمی و فرهنگی و همایش‌های سطح و زینه‌های گوناگون گذرانیده می‌شوند. ساختمان مسجد نو با جلب بیش از 1000 کارگر از جانب شرکت‌های وطنی، پدرچه اساسی، جمعیت سهامی کشاده استس انشاءات و جمعیت سهامی کشاده سامان تجهیزات انجام یافته. 3 ماه سال 2018 در پهلوی مسجد ساختمان دانشکده اسلامی تاجیکستان نیز آغاز یافت. این دانشکده برای 1500 دانشجو در یک بست پیش بینی گردیده است. افتتاح این مسجد چند سال باز به تأخیر می افتاد. در دوشنبه این را اول به پاندمی کرونا ویروس و بعدا به قفا افتادن زمان سفر امیر قطر ربط می دادند. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت بنیاد مسجد جامع مرکزی شهر دوشنبه و دانشکده اسلامی گواه روشن سیاست پیشوای ملت و دولت تاجیکستان دایر به دین، آزادی وجدان و آزادی پیروی به دین می باشد.